والله العظیم جوانهای برومند زیادی را میشناسن که امروز نزدیک به دیوانگی رسیدن، از این وضعیت، از فشاری که بر اونها وارد شده، اصلا خود را فراموش کردن، خانواده خود را نمیشناسن. این جوانی که باید متفکر می بود امروز دیوانه شده. این جوانی که باید افتخار آفرین اسلام و این سرزمین مظلومش می بود امروز دیوانه شده. این پس به عقب بر می گردد تا صحت روحی و روانی پیدا بکنه. آه که چی نسل‌هایی از دست می‌دهیم، آه که چی جوانهایی از دست می‌دهیم، آه که چی ثروت‌هایی از دست می‌دهیم. ثروت‌هایی که از دست می‌دهیم جبران ناپذیر هست، بدیلی ندارن. هیچ کس، هیچ کشوری برای ما بدیل چنین برومندایی نمیده. اینها معادن و گنج‌های بزرگ این سرزمینن که والله العظیم از دست ما می‌گیرن. این جوانها و این ثروتها و این سرمایه ها بدیل ندارن، هیچ کس به ما بدیلشان را نمیده. یک جوان رعنا رو میبینیم تا سر بالا میکند نابودش میکنه. چطور به همچون سرزمینی جوانهای ما از لحاظ تحصیل رشد بکنن، این فکر را به کار بندازن، تولید فکری داشته باشن، به نبوغت و فطانت ذهنی برسن؟ از کجا؟ اطفال دیگه کشورها با چی ناز و نعمت بزرگ میشوند، با چی عزت بزرگ میشوند. دانشمندان دیگه سرزمین با چی ناز و نعمت بزرگ میشوند، چقدر عزت به اونها قائل میشوند. جناب پروفسور تشریف آورده، اما پروفسور ما در سرزمین ما چقدر ارزش دارد. علمای ما، دانشمندان ما، نخبگان ما، چیز فهمان ما، جوانهای متفکر این سرزمین چقدر قابل ارزش و احترامند، چقدر ارجگذاری میشوند. ارجگذاریشان مساوی است به پرپر شدنشان در این زمین، مساوی است به این که تکه تکه شوند. آیا این وضعیت واقعا روح و روان ما را خسته نکرده؟ اینجاست که ملت باید فریاد بزند بس از جنگ و خونریزی. ما میخواهیم که در این سرزمین صلح بیایه، آرامی بیایه، راحتی بیایه، آرامش بیایه، یک شب نفس راحت بکشیم در جوار خانواده های ما. پدر به کار، فرزندان و همسرش نشستند، غذا نمیخورند تا پدرم برگردد. به دکان است، تا پدرم بر نگردد غذا نمیخوریم. چرا که اطمینان نداریم سالم بر میگردد یا بر نمیگردد. آیا همین فکر داخل این خانه باشه؟ از اطفال او خانه چه سراغ داریم؟ چه شوند برای ما؟ چی افتخار بیاورند برای ما؟ چگونه بزرگ شوند؟ چی دستاورد تقدیم جامعه بکنند؟